اوچا 16 میلیون نفر در افغانستان در زمستان پیشرو به کمک نیاز دارند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در مورد بدتر شدن وضعیت بشردوستانه در افغانستان به ویژه با نزدیک شدن به فصل زمستان هشدار داده است. حدود 16 میلیون نفر برای زنده ماندن در ماه‌های سخت زمستان به کمک فوری نیاز دارند. این شامل دسترسی به غذا، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات ضروری است. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان که اخیراً بارها از کمبود بودجه برای ارائه کمک به میلیون ها نیازمند در افغانستان نگرانی کرده میگوید که برای کمک به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیشرو به 500 میلیون دلار بودجه نیاز است. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که 15.8 میلیون تن در افغانستان در زمستان پیشرو به کمک‌ها در بخش غذا و امرار معیشت نیاز دارند. افغانستان با یک بحران شدید اقتصادی و بشردوستانه روبرو بوده است که به دلیل بی‌ثباتی سراسری، درگیری، خشکسالی و فروپاشی اقتصادی پس از تسلط طالبان در سال 2021 بدتر شده است. به ویژه در مناطق دور افتاده برای دسترسی به منابع حیاتی. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد که در آغاز سال جاری میلادی شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان 23.7 میلیون تن اعلام کرده است. گفته که در حال حاضر برنامه پاسخگویی به نیازمندی‌های بشردوستانه در افغانستان به کمبود بودجه 2.3 میلیارد دلاری روبرو است. اوچا خطرات زمستان آینده را زیاد عنوان کرده و گفته که در کنار این نیازمندان در بخش‌های سرپناه و تأمین لباس‌های زمستانی به کمک ضرورت دارند. این کمک‌ها باید در 3 ماه آینده تأمین شود. سازمان‌های کمک رسان در تلاش هستند تا تدارکات و پشتیبانی را فراهم کنند. سازمان‌های کمک رسان در تلاش هستند تا تدارکات و پشتیبانی را فراهم کنند، اما مقیاس نیاز از بسیاری فراتر از منابع موجود است و چالش‌های لوجستیکی از جمله تحریم‌ها و بودجه محدود تلاش‌های امدادی را با مشکل مواجه کرده است. در چند ماه گذشته رویدادهای طبیعی به ویژه باران‌های شدید و سیلاب‌های ویرانگر به نیازمندی‌ها در افغانستان افزوده است.